سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، هنرمند و سلبر پیتی بسیار با ناموس و با هویت شما در تلویزیون و سینماتون هستم. شناختین؟ مورد شبادا؟ ببینید لباسم این روسری رو که سر من میبینید که بسیار موهایم را هم پوشونده. آره دیگه، حجاب و روسری سر کردن از قوانین کشور شماست. باید موهاتون رو بپوشونید. این روسری رو که الان سر من میبینید مخصوص فیلم علی بابا و 40 دزد. آره دیگه، علی بابا و 40 دزد، من اونها رو دارم امروز رپرزنت میکنم. دزدا که فک و فامیلامو دوستامو اینا هستن. علی بابا هم که خب علی باباست دیگه. ببینید من امروز اومدم آقای تیوی منها بگم اونایی که با من در میافتن، سر به سر من میذارن، منو تگ میکنن، اینا اونا یه مش آدمای بی‌ناموس و بی‌هویتن. من فقط ناموس دارم و هویت. ببینید یه آقای کارگردانی یه روز زنگ زد، گفتش که عزیزم بیای در این فیلم ما، فیلم آب نباتو نمیگم، نه، یا اکس لارج. زنگ زد گفتش که بیا با این فیلم ما بازی کن. من گفتم آقای کارگردان کیا هستن اونجا؟ گفت یه آقای اسما رو گفت و اینا، حالا بی هویتن، نمیخوام با هویتشون کنم. گفتم اوه این پدیاران اون همونجاست. ببین من که فوشای دخترانه که نمیتونم بدم. با آقای کارگردان گفتم ببین من لاتوپاتم میزنم در و داغونشون میکنم. آره دیگه. گفت نه عزیزم تو نترس، تو بیا، تو اصلا حواست جمع باشه، نگران نباش، ما هوا تو داریم، خودمونن. آره دیگه یه عده‌ای هستن، مخصوصا یه زنی هست که خودتونم میشناسید، خیلی بی‌ناموس و بی‌هویت و اینا، هی از من استفاده میکرد. حسوده دیگه، از اسم من استفاده میکرد و اینا. آخه راستشو بخواین من مردمی که میبینم منقلب میشم، مثل موهام که الان معلوم نیست. خیلی مردا حساسیت دارن، خب منقلب میشم دیگه. مرد زیاد میبینم، یکی و دو سه تا چهار تا رو میتونم هندل کنم دیگه، بعد از 4 تا به بالا دیگه اصلا منقلب یه چیزی میشه. آره زنی که بی هویت بی ناموس اومده بود منو تگم کرده بود که مثلا من ببینم. آخه زنی که دیگه سنش هم رفته بالا، شکل کسی هم دیگه نیست، مثل منم که نمیتونه که علی بابا و 40 دزد پارتی بادی نداره قاطیشون اینا. از فیلم از این کلمه منقلب استفاده میکرد، زیر این راه میرفت که کارای خودشو نبینن. اومدم امروز بهش بگم بابا جان تو دیگه سن رفت بالا، شکل هیچ کس هم دیگه نیستی، منو میبینی؟ من سلطان سینماهای ایرانم. بخواین آقای تیوی منها، من یه گروهی 4 نفره با 4 تا از این دوست دخترام هستم که چرخنده جون یکیشونه. آره منو با چرخنده جون یه مدلی داریم با هم میپریم و ما همه با ناموس، با هویت و با هیچ کس دیگه هم کنه. و شما هم که میخواین دارین مبارزه میکنید، حالا چه خارج از کشور چه داخل کشور، همه‌تون بی ناموس و بی هویت هستین. من می‌بینی چه خوب الان موهام کاوره، رو سریم هم که سرمه. بی خود مبارزه نکنید، قانونی کشوره، باید خودتون رو بپوشونید. حجاب قانون این کشور میباشد. بی خود الکی حرف نزدید، مبارزه نکنید بی هویت ها. حالا میگم یه چند تا سوال کنید، این استعداد منو چک کنید. نه بریم سر سوال. غزل کامنت ها این بود که در مورد این فرد از خانم قریشی بپرسید. من میپرسم امید علومی، اون خریکیه با ناموس هویت داره، من نمیشناسم، من در زندگی ندیدم این مرتیکه رو. برید سوال بعدی رو بکنید قبل از که باشم یه مشتی لغت یه چیزی بهتون بزنم. مامونده ها آدم قطعی بود. وینچستر چیه؟ اسلحه هست؟ نه اسلحه هست. آره دیگه. نه آقا من فقط مشت و لغت میزنم. وینچستر من نمیشناسم. مزخرف حرف نزنید. سوال بعدی. این فیلمم رو دارم میسازم. همون کپل جان خودمونه یه کپل جان کپل میگه چی میگه کپل دیگه، کپل میشناسم. آره
یوکیو آمانو رئیس سازمان آژانس انرژی اتمیه. خب این ترتیب به ما چه مربوطه؟ نه آقا دیگه به ما چه آخه من باید رئیس سازمان بمب اتمی رو بشناسم؟ من فقط برو بابا. عکس بعدی این که مموت خودمونه. مموتی رفیق آن جانانه من و چرخنده است. مموتی جونم، ما خیلی با هم افطاری خوردیم. آره مموتی هر وقت میرفت که آمریکا سازمان ملل همیشه میرفت یه مش شورت و کرست بر ما میخرید میآورد. من و چرخنده ارادت داریم به ایشون. آره مموتی. سوال دیگه نداری؟ آره دیگه مالکش اعظم. دیروز وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، گفتش که مالکش اعظم دیگه نمیتونه بره آمریکا. خبر جهانی شد آقای رشید پرور. سوال دیگه ندارین؟ آبروی ما رو که به اندازه کافی بردید. برید خجالت بکشید. خواهش میکنم جواب رو بعداً به من بدید. اینجوری خب خیلی بد شد. آره دیگه شما ببین نباید آبرو ما رو بردین دیگه. حالا خدا رو شکر که هویت و ناموس و حجابم رو رعایت میکنم. آره والا حق ندارین که نیمی از جامعه رو از خواستشون محروم کنیم. برای پنهان کردن اشتباهات خودمون و خانواده‌مون با تخریب من یک سری اتفاقا فراموش شده نسبت به این خانم. خب این یعنی چی؟ یعنی نقشه، این یعنی حسادت. روزی که من تو خونم نشستم فیلم این خانم رو می‌دیدم، آرزوم بود شاید از نزدیک ببینمشون. یک دفعه به یک شرایطی شد که میترسم از حضور من در سینما. چرا من تئاتر بازی کردم، همه داد زدن، جیغ زدن، خودشونو کشتن، سکته کردن، ولی الناز شکردوست بازی کرد، مهناز افشار تو همون تاریخ بازی کرد، کسی دردش نگرفت. ببینم پول میدن، قصه میخرن، نقششو بازی میکنن، فلان میکنن، سنت رفته بالا دیگه، شبیه هیچ هم نیستی، چرا داری چنگ میزنی به در و دیوار؟ شما باید باعث افتخار باشین، نه باعث اینکه مردم بیان بگن که باز توییت زد، امروز بارون نیومد، ایشون هیچ توییتی نزد، امروز بس دیگه، سر تو زندگی خودت باشه. منم سرم تو زندگی خودم.